ورحمة الله وبركاته. عقیده استاد درباره ابو مصطفی درویشزاده یا عبدالظاهر داعی چی صحبت میکرد؟ ابو مصطفی درویشزاده یکی از طالب علمای اهل سنت و الجماعه، یکی از برادر اهل سنت و الجماعه بودند. رحمه الله تقبله الله. وفات کردند، صوفی ها قتل کردند، به قتل رساندند طالب. عبدالظاهر داعی حفظه الله اهل سنت و الجماعه هستند، یکی از علمای فارس زبان هستند، یکی از علمای فارس، یکی از علمای فارس. مزبذب این طرف اون طرف چی بودن معلوم نیست، معلوم است ان شاء الله. بارک الله فیکم. این چنین ابو عمر صلاح الدین و همراه شیخ معروف راسخ ما صحبت کردیم در مسئله عذر بالجهل و چند مسئله دیگر. معروف راسخ حفظه الله و جوانمرد حفظه الله و درویش زاده رحمه الله، اینها همشون علمای اهل سنت و الجماعت هستند برادر. ببینید علمای اهل سنت و الجماعت کم نیستن، لیکن در بین بعضی آدما هست کدامش میگه مفتی بزرگوار، مفتی احراروار، این چنین لقب ها، این چنین نام ها، بعضی گپ زن ها زیاد است. لیکن کسایی که اهل سنت و جماعت هستند همین است. باقی مانده نیز زیادش 100% مدخلی است، تو جهمی است، قسم دیگرش بازی دارد. ما صبر میکردیم به بازی کننده ها تا امروز، لیکن بالاخره الحمدلله دیگه به همه معروف است. ابو عبیدالله متوکل میگه، ابو عمر میگه ابو عبیدالله متوکل. ابو عبیدالله متوکل بجز در مسئله تکفیر و بجز در مسئله عذر بالجهل درس هایی که دارن گوش کنید میشود، اما در مسئله تکفیر و در مسئله عذر بالجهل عقیده اشون تا وقت توبه شون خراب بود. توبه کردن لیکن طالبا بردند و در مدت 2 هفته قتل کردن که دیگه ببینید عقیده برای شما رسوندنشون، تعلیم دادنشون 2 مرتبه نشد. فهمیدید؟ برای من ابو عبیدالله همان وقت اگر گوش کنید فایده میگیرید، گمراه نمیشوید که در مسئله تکفیر و در باب تکفیر، در باب عذر بالجهل فهمید. اگر نفهمید ابو عبیدالله را توبه شون نفهمید گمراه میشید. ابو عبیدالله سخنوی اولشون سخنوی البته که جهمی ها بود لیکن توبه کردن الحمدلله. بارک الله فیک.